دسته دیگری مدام شتابان و سمت قهرمانان با نام فنربخچه باشد کلاً تقدیر تلخی دارد. ولی اول بیایید از ترانسفر ها شروع میکنیم. فنربخچه آن وقت از خود ژوزه ادسون آلوارز را از وست هم یونایتد با ارزش 2 میلیون یورو و امکان خریداری 22 میلیونه به اجاره گرفت، ولی به لیگ چمپیون ها چون موسم پیشین با ژوزه مورینیو برآمده نتوانست. نیمه‌نهاییگری 27 ساله اگر در ترکیه سالیانی بعدی میماند، ولی خود ژوزه باشد بعد باخت تیمش از بنفیکا الکی به فکرم به خانه‌اش رسید. نفر دیگری از وظیفه سبکدوش شده در تیم استانبولی اول گونر سولشر گردید که صفی بشکتاش را ترک نمود. نروژی 52 ساله باشد بعد باخت از لازانه در میدان خود تیمش را به لیگ کنفرانسیا برآوردن نتوانست. اینجا تنها همین را میتوان گفت که منچستر یونایتد یک طرف تبهی مخلصانش را جزیر کرده و مربیان سابق آن در سیمای ژوزه و اوله از طرف دیگر کارها را به صفر برابر کردند.